رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. ونفوسنا فيه تصان به نام خداوند بخشنده و مهربان. از سهل ابن سعد خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: در جنت در است که آن ریان نام دارد و روز قیامت از آن تنها روزه‌داران داخل می شوند. آن روز گفته می شود: روزه‌داران در کجایند؟ پس روزه‌داران برمی خیزند و از آن در داخل بهشت می شوند. چون روزه‌داران از آن در داخل شوند، آن در بسته می شود و دیگر هیچ کس از آن داخل نمی شود. جنت دارای درهاست و این از رحمت و مهربانی خداوند به اهل بهشت درک می دهد. یکی از این درهای جنت ریان نام دارد که از آن فقط روزه‌داران ماه شریف رمضان داخل می شوند. البته خاص نمودن در ریان برای روزه‌داران ماه رمضان احترام و قدردانی پروردگار برای مؤمنان است. روز قیامت منادی فریاد می کند: کجایند روزه‌داران ماه رمضان؟ سپس روزه‌داران ماه شریف رمضان از بین مردم خیسته از آن در داخل بهشت می شوند که این یک شرف و احترام خاص از جانب پروردگار برای آنهاست. بعد از داخل شدن روزه‌داران ماه شریف رمضان آن در بسته می شود و دیگر هیچ کس از آن به بهشت داخل نمی شود. در ذکر شده مخصوص روزه‌داران ماه رمضان است. پروردگارا به این در داخل بهشت شدن بر ما نصیب بگردان. أهلا بك رمضان